دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در مؤسسه تعلیمی رقم 7 شهر باختر برگزار گردید. ضمن برگزاری آزمون رهبریت شهر باختر برآمد نموده راه اندازی آزمون مذکور را یکی از پدیده‌های مهم و سریع معنی داد کردند. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی خاصه، آینه حیات و کلید در گنج سخن است. به یاد آورد فرموده بزرگان را. بعد شناسایی با گروه حکمان، اشتراکچیان، داوطلبان آزمون از روی نامیناسی‌ها ها جدا شده در علاهیدگی مهارت خود را پیشکش داوران نمودند. ای دل به همین عشق گرفتار شده، دیوانه شده، خسته شده، خار شده، یک چند کلمه زار شده، امروز به یک دیدن اوزار شده. در شهر باختر ضمن برگزاری دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است کودکان و نورسان، جوانان و کلانسالان، اهل علم و ادب و فعالان کسب و کار گوناگون با آمادگی همه‌جانبه از روی نامیناسی‌های انتخاب نموده‌شان در نزد اعضای حکمان آزمون پارچه‌های نظمی و نثری و قصه و حکایه‌ها قرائت کرده به جمع آمدگان غذای معنوی بخشیدند. А детей нет как нет. Рассорится на луну на зеленых берегах, и горько плакала она. Вдруг мне тут не пойдет раб и сказал: дети веселые собрали, но забыли свой печаль, вернется эту ночь. طبق اطلاع مسئولین دور اولی آزمون مذکور در همه مؤسسه های تعلیمی و دانشگاه و مؤسسه های تحصیلات عالی، کسبی و میانه گذرانیده شد که در مجموع بیش از 800 نفر شرکت نمودند. با خلاصه اعضای حکمان اینک 300 نفر برای اشتراک در دور شهری را خط گرفتند. با اندیشه متخصصان تشکیل و راه اندازی نمودن آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برای هوسمندسازی نسل جوان کشور به کتاب و کتابخانه مساعدت فعال نموده ایستاده است. با اطلاع مسئولین شعبه معارف شهر باختر نسبت به سال گذشته در آزمون امساله فروغ صبح دانایی کتاب است شماره اشتراکچیان به مراتب زیاد گردیده است و این از آن شهادت می‌دهد که آزمون مذکور بین ساکنان شهر باختر به خصوص خوانندگان مؤسسه های تعلیمی محبوبیت بیشتر پیدا کرده است. سال گذشته در روند این آزمون در دور دوم این آزمون خوانندگان مؤسسه تعلیمی با شماره 530 نفر اشتراک نمودند. امسال از تمام نامیناسی‌ها هم از شماره آموزگاران، هم خوانندگان و نمایندگان کسب و کار گوناگون با شماره 1120 نفر اشتراک میکنند. این از آن شهادت می‌دهد که خوانندگان مؤسسه تعلیمی، نمایندگان کسب و کار گوناگون، آموزگاران امروز رو به کتابخوانی و کتابداری آوردند. سخن سرچشمه دریای عقل است، سخن سرمایه درهای عقل است. آمینه عبدالغفارزاده خواننده صنف پنجم لیسه دولتی آریانوی شهر باختر طول 2 سال است که در آزمون مذکور اشتراک دارد و امسال تصمیم گرفت که خواهرش را نیز به این آزمون جلب نماید. موافق نظامنامه آزمون 110 غزل، 130 رباعی و 2 بیتی ها، 280 بیت داستان و مثنوی ها، 145 بیت قصیده ها و 110 بیت دیگر نمای شعری را اجرا کردم. من سال دوم است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزم. چطوری که شما شاهد هستید آزمون خیلی شفافانه گذشت و من به خود باوری کامل دارم که در این آزمون سزاوار جای نمایان می‌گردم. امروز همراه خواهرم آمدم. خواهرم سال یکم است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزد. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخانه، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی و تقویت جهان معنوی میان اهالی کشور دایر می‌گردد. همشب در این امیدم که نسیم صبحگاهی و پیامی آشنایی بینواسد آشنا